суруди аввалине ки ба гӯши фарзанд расида ӯро خوابی راحت می باشد الله روحنواز مادر است. ما کلاسالان با قدر این سرود نمی رسیم چون که در وقت خردسالی عقل شنیدن نداریم، به یادمان نیست، در خاطرمان نمیماند. اما خیلی نیست. لیکن مادری که سرودی الله را خوب زمزمه می کند برای کلانسالان هم حتی برای مردم هم پارم است. وقتی کودک نوزاد را در گهواره مادر الله میگوید، نه اینکه برای گوش کودک، حتی برای کلانسالا هم خیلی و این تربیوی دارد، به یادش میاره چونین الله را مادرم نسبت به اون گفته است در خردسالی، یا نه؟ مهر مادری مشفق و غمخوار برای هر یک فرزند از آغوش گهواره و ایام طفلی آغاز یافته او را تا لحظه های واپسین عمر راهنمایی می کند و مدار را قوت می دهد. یعنی بوی بهشتی مادر و لذت شیر پاک و سفیدش از مشام فرزند هرگز زدوده نمی گردد. همین قانون تنظیم رسم و آیین به شما معقول است یا نه؟ خب معقول است؟ نه. کلارم این شما اینو پگاه میریم بعد نگاه میگنه که چای گشته کرد. با چی است؟ لباس ها را نمایش میدی. برای خودتون وای کنید. پدر و مادر را فهمانه. خورسندی شما است. پدر و مادر، بله؟ نه نفرهایی که نمیشناسین، نمیدانین. میبخشید آمده در خورسندی بعضا بی ترتیبی ها میکنن. چی در کار؟ دوگانه دارید، رفیق دارید، خب؟ پدر و مادر، یار و دوستانی نزدیک. بس. و این لباس هایی که حالا نمایش میتین دیگر میتین یک سال بس از ماده میبرید. خودتون نمیپوشید دیگر. با کی در کار خراجات زیادی؟ یا در کار است؟ نمانید خراجات زیادی کردن. میخورن و میکنن، رفتن فراموشتون میکنن. در عائله یک جنجال عائلوی میشد، اون توی خورار یگانتش نمیبینید دیگر. یگان کسش نمیبینید. نه میان روی میکنن، نه بچه میخواد نکن، خیلی از بین شود، میشود، همش باید، همه چی نمیشود. مادر امام خدا رحمتی جا جنت داشت، همین خیلی خصلت‌های بسیار وای داشتن که لینش دائما پشتیبانی میکردن. میدونید از سر گذراندگی خودش. بعضا خوشتامن‌ها نه و همه وقت وای میکنن. رشک و حسد هم دارن بعد. بر جای یاد دادن، تربیت کردن. انا این چی هم است؟ برای همین عائله ها وای میشد. برعکس وای فرزندت میشد. کلون نه فرزندت میشد. تربیت کن، نشان ده. همین است. مادرانی که تجربه دارن از زندگی خودشان هم کلون بودن، جوان بودن، یاد گرفتند. همون خیلی کدبانون نشدن یک باره. اگه حاضر اون زمانه گذشت. حاضر بسیار زمانی بعد اینترنت است، این چیزهای نو برآمده است، نه تکنولوژی برآمده است دیگر. همین در خانه شیشته یاد گرفتن هم ممکن. هم زیر کردین سالات چکل تیار کردن در کار است. چند قد نمک، چند قوای تیار دیگر تیار کردین. خب بانوا باید هنرمند باشد. خواهی که زندگی خوب و شیرین و گوارا شود، هنر آموزید. زبان شیرین داشته باشید. مهربان باشید. حلیم باشید. با صبر و با تحمل باشید. با احساسات دادن نشوید.
هیچگاه. این نصیحتی دوستانه، برادرانه، پدرانه به شما، مخصوصا به جوانان. سلامت باشید، سلامت باشید، سلامت باشید، سلامت باشید. من فکر میکنم بعضا نصیحت‌های من میکنم، بعضی پدر و مادران نمیکنم به دختران خودشون. درست؟ یکی کردن در کار، نصیحت که آموزاندن در کار، شرم کردن در کار نیست. فرزندی ما، فرزند به زندگی مستقلانه همه طرفه تیار کرده ما در کار، همه طرفه. سلامت باشید، سلامت باشید. که با تربیت فرزندان مشغول است، که دانشمندش میکند، که یارق به دستش میکند، مارشالش میکند، گنرالش میکند، نویسندش میکند، عالمش میکند، شاعر نویسند کی میکند؟ از کجا؟ همه خدمت ها در روزگار آیله داری وزمینی بر دوش زن است. همه یک طرف. یک شبانه روز زیده‌دار در سر گهواره، اگر ما شما یک عمر خدمت مادر را کنیم، یک ذره یک شبانه روز خدمت مادر را در سر گهواره، الله گفتنش را نمیارزه. عزیزتر از مادر دیگه هست؟ و بینید خب شاید جای این سخن نباشه، لیکن من با یاد شما برسانم، بسیاری ها من فراموش میکنیم. های وقتی مادر هست میگیم که مادر ما هست، تمام تا ابد هست بالای سر مادر. وقتی میگذره افسوس میکنیم که من این خدمتش نکردم، این گپش نگرفتم، این کار نکردم، اون دیر میشود دیگه، هیچی وای سود ندارد. انسان طبیعت ما هم خیلی است، در زندگی به قدر مادر پدر نمیرسیم. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.